یکی بیاید روز برای هیچ نکنید و نمیشنون برادران الاسلام که یعنی که گپی تر بشنون که لفظی تر بدونن. چی میگن برادران؟ من ربی تو کی بود در دنیا؟ فقط پول میگفتی، فقط دارایی میگفتی، فقط چی میگفتی؟ خدای تو پول بود، آدم بود، خدای تو کی بود؟ امروز بعضی انسان ها را ثروت اونقدر چشم هاشون کور کرده است که دیگه با خش و تبارهای خودشو عداوت دشمنی را با اوج ثریا گذروندگیان برادران. فراموش کردن دیگه خش تبارا. حتی پدر مادر دلیا نمیشه و فرزندی ثروتمندش رو گپ زنن. یک مادری را خیسه کردن که دو فرزند خداشی دیان اکاو داده با واسطه حیات دنیایی، بعد خیلی زندگی خوب نشید از جواب دادن دو فرزند یک مادر بیچاره ها، مادر در کنجی خونه شیشته دلیا نمیشه قطعی فرزنده رفت اومد کنه، قطعیش رفت اومد کنه اوش خفه میشه، قطعی اوش کنه ایش کنه. این مادر بیچاره چی گناه داره؟ این هم مسلمان های ما امروز نماز میخونن، مادرها را آب دیده شده پرای رو، پدرها را آب دیده شده پرای رو، اکاها را آب دیده شده پرای رو، عمکا و خرشته را آب دیده شده پرای رو. میگه سبحان ربی الاعلی. اوی تو چی سبحان ربی الاعلی میگوی؟ که امروز دیدی تو سنگ سیاه کلو خای تا اول درونی قلب تا رسول اکرم وقتی که مکه اومدن با 15,000 5,000 به 10,000 مجاهد خطی روزی فتح مکه پیچوندن گرفتن. وقتی که گفتن لا اله الا الله، گفتن اول به تو را چکنشه. گفتن چی را چکنشه؟ گفتن اول به تویی که در درون سینه اینها است، اینها را چکنشه. یعنی که دلهای اینها را، یعنی که محبت کنه که اینها پرتیان به تو را لا اله الا الله بودن. و دل که سیاه سنگ سیاه و کلوخ که باشه، او سجده برای تو چی فایده داره؟ البته را برادران الاسلام امروز امری معروف میکنن که ها نماز بخونه جنت میره، مثلا گفت که حج بره جنت میره، مثال صدقات بکنه جنت میره، لیکن نهی منکر کردن در کار، این موسیقی بگناه شدن در کار نیست. بعضی انسانی هست که برادران اسلام گناهش اونقدر گناه سخت است که گناه پناهی که خودش میدونهش خدا حتی زن و فرزندش نمیدونن، میارن موسیقی بگناه بیا هیچ کار نکرده سرش هم نه در فکر توبه است، با هیچ کار گپزنی برادران میمونه. خدای مهربان برادران اسلام باز هم میگم که این پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برای ما شخصیت است که برادران ما به این برادران در روز قیامت بسیار عذاب میکشیم تا زمانی که ما روح پیغمبر را خرسان نکنیم. روح پیغمبر از چی خرسان میشه برادران؟ باز گفتم که 5 وقت نماز در وقتش ادا کردن، روزه ماه شریف رمضان ادا کردن، پولت به زکات رسید زکات مال پرداخت کردن، خانه خدا را زیارت کردن، با خش تبار و یعنی که اطرافات داده گریف کردن، رفت و آمد کردن، اینها را خدای مهربان بسیار دوست می‌داره برادران. دیگه امروز برادران الاسلام ماه مولود رسول اکرم است. صد افسوس برادران الاسلام که امروز مردم خیلی برادران به اهمیت شدگی هستیم، یا نمیدونیم یا که پروا نداریم دیگه به خدای یگم چیزا برادران ما دیگه نفهمیدیم. برای همین قرار برادران اسلام خدای بزرگ در سوره ایزاجات ما را میفاره نمیفاره. ای کسانی که صدای من بفهمی که برای جای حقیقت اومد، خدا میگه اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. خدا گفت هر وقت آن نصرت خدا بیاید روزی فتح، ای محمد تو نیستی وقتی که من خواستم که مردم به ایمان و به نماز و به روزه مشرف شوند، دیگه اگر تمام روی دنیا از موسی بخیزه خدا اسلام در تمام روی دنیا غالب میگردونه برادرها. خدای مهربان گفت اذا جاء نصر الله والفتح، هر وقت آن نصرت خدا بیاد روزی فتح، ورأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا، میبینیم که مردم در دین خدا گروه میان میدرویند. امروز 1440 سال پیش بود رسول اکرم، امروز الحمدلله ما با او ایمان داریم، ما او را میشناسیم. به خاطر چی؟ به خاطر که فتح خدا اومد، نصرت خدا اومد، خدا خواست که ما ایمان آوردیم برادران الاسلام. میفارد نمیفارد اسلام برادران اسلام از عظمتی بزرگی خودش با خبر میشود. ورأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، تسبیح بگو به آن پروردگار که خداوند گناههای 100 ساله تو میبخشه اگر که شما مغفرت بگی برادران. برادران الاسلام، اسلام باز میگم اگر ما امروز قبولش نمیکنیم، بندگانی هستن در او برای دنیا خداش و یمتری هم لا اله الا الله میگن میمرن. مخلوقای داره خدا میگه که من محتاج شما نیستم، که شما در کارخونه خدا یکم زلال آوردم، فقط خدا دوزخی میکنی.
میشینن در محفل میگن فلان داملو بسیار سخنهای خوب گفته، عمل نیست. با تعریف کردن این داملو یکم که از جنت نمیره و که برای جا بگو که فلان داملو رسو سخنهای خوب گفت. تو تا زمانی که خودت عمل نکنی در قبر نمیپرسه که داملو سخنی خوب گفت یا سخنی گنده. تو چه عملی صالح نمیکنی با کی مونده این توبت؟ عشقی که از مجا با این مجا میاد شیخ سعدی میگه باورش نکرد. ما یک خش بچه داشتیم، یک عمل بچه داشتیم، یک ماه پیش خدا روحش شاد نده خوابش برد. خواب رفت یک مرده که این صبح سلامت با عمید که پگاه میخزم که ما بازار میبرم روزی پنجشنبه. خواب رفت پگاه ما در شب خوابش برد. برادران الاسلام همین خواب بره برادرای که از نشانه های قوتی پروردگاره که خدا قدرت داره که انسان هر شب میکشه سحر زنده میکنه. فقط دیلت کار میکنه، همون شب خواب مرکو، یعنی که تو مرده خدایی. همه ایجاد بویه، فقط دیلت کار میکنه، چشمات محکم، دستات کار یک از گرد میزنه نمیشنوی. ای پیش قفا چیزی بره برمدان میگیره. یک کمت خواب رفتی و پگاهی نخیستی و توبه نکردی، تو چی میگوی در نزد خدای برادر مسلمان؟ برای همین برادران اسلام ماهی مولود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در خاندان یک و یک همه شما مبارکباد میگم. خداوند روح پیغمبر بزرگوار از این شخصیت هایی که در اینجا حضور دارند، خدای مهربان روح پیغمبر از ما خداوند خرسان کنه. خدای مهربان روح ارواح گذشتگان پدران و مادران و بابیان و ببیان و خسر و خشنامنا و کسانی که بالای ما حق دارند، خصوصا پیغمبر زیبای راستگو حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، خدا از ما و شما خدای خرسان و خوشحال کنه. خدای پروردگار این دو نوجوان بختی سفید، پروردگار عمری درازی بر کمال شو بتید. خدای پروردگار مثل همین برادری که امروز بچه‌ش توی کرده است و او برادری که دخترچه‌ش توی کرده است، هر یک تای ما یعنی که مثلا مقصد همین روزها را برادران داریم. خدا ما را به همین روزهای نیک خداوند نصیب روزی بگردونه. خدای پروردگار بلاها و مشکلات و آفت‌ها و تهمت‌ها را بالای کل مسلمانی سراسر دنیا خداوند دور بگردونه. فرزندانی ما را قائم مقام 5 وقت نماز و نماز جمعه و نماز تهجد بگردونه. دخترچه های ما را حیای عفت اسلامی را خدا نصیب کنه. خدا ما را از برای منافقی و فاسقی و بدگویی غیبت و دلسیاهی خدا ما را نجات بده. خدا تو قادر هستی که زبان های ما را با کلمه الرحمن علم القرآن خدا در وقت مردن گویا کنه. خدا گوش های ما را در وقت مردن فاذا قرأت القرآن فاستمعوا له شنوا کنه. خدا دل های ما را از وسواس یوسوس فی صدور الناس من الجنة و ناس خدا نجات بده. خدا چشم های ما را به دیدار بیچون و بیچونگیش که وجوه یومئذ ناظره و وجوه یومئذ باصره در روز قیامت چشم های ما را بینا بکنه. خدا کل مسافرایی که امروز در این شهر مهاجرت اومدن، برادران این مسافرها را از همه بلاها و مشکلات و آفت‌ها خدا همه تو نگهبان باشه. خدای مهربان وطن تاجیکستانی عزیز که وطن مادر است، قرض است در حق اون دعا کردن برادران. دوست داشتن وطن مادر این برای هر یک دوشی برادرای ما و شما هستند. خدای وطن ما را در تمام سراسر دنیا چی از جهت اقتصادی و چی از جهت مدنیت معرفتی در تمام روی دنیا خداوند بر مردم ملت تاجیک ما را سرفراز بگردونه. کسایی که چی در علم شیمیایی باشن، فیزیکی باشن، متمتیکی باشن، پهلوانی باشن، شیناوری باشن و چی تیم‌های تکی باشن برادرها از یعنی که دنیایی باشن، خداوند اونها را موفق و سربلند بگردونه. پروردگار همه ما و شما را نگهبان باشد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. برحمتك.